میپرسی چجوری میتونم به عنوان یه مدل با بهترین ایجنسی ها کار کنم؟ این پست رو ببین چون قراره بهت بگم. اولین چیزی که شما اگه بخوای به عنوان مدل خارج از ایران مثل امارات، ترکیه، امریکا یا هر جای دیگه به صورت حرفه‌ای کار کنی، داشتن پورتفولیو. یعنی شما بدون داشتن یه پورتفولیو حرفه‌ای و با کیفیت نمیتونی با جاهای معتبر کار کنی. حالا پورتفولیو اصلا چیه؟ پورتفولیو به مجموعه عکسایی میگن که شمایی که مدلی رو تو حالتهای مختلف مثل استایل کژوال، استایل های فشن، عکاسی پولاروید و غیره نشون بده. یعنی پورتفولیو شما به عنوان یه مدل باید بتونه نشون بده که تو از پس اینکه هر پروژه‌ای بهت بدن برمیای. حالا من اینجام تا بهت کمک کنم و بهت بگم که چجوری میتونی یه پورتفولیو مدلینگ خفن داشته باشی. تو پیج ایجنسی که اینجا برات منشن میشه میتونی بری و یه سری نمونه کارهای فشن رو ببینی و اگه خواستی به عنوان یه مدل پورتفولیو داشته باشی بهم دایرکت بدی. پارت 2 این ویدیو رو اصلا از دست نده چون قراره بهت بگم وقتی که پورتفولیوت آماده شد چجوری میتونی با بهترین مدلینگ ایجنسی های هر جایی که هستی کار کنی.